ادامه بخش چهره‌های ماندگار. نصرتالله مخصوم. نصرتالله مخصوم جانفدای ملت. باید خاطر نشان کرد که وادی رشت مثل دیگر گوشه و کنار تاجیکستان دارای تاریخ دور و دراز می باشد. موافق معلومات سرچشمه‌های تاریخی هنوز در آخر هزاره یکم پیش از میلاد یک شاخه راه بزرگ ابریشم از وادی‌های آلای و رشت گذشته توسط حصار و ختلان، بلخ و ایران و عراق به ساحل‌های بحر میانه زمین می‌رسید و این شاهراه شرق و غرب را به هم می‌پیوست. مورخان همچنین ثابت نمودند که در عصر هفتم میلادی در قلمرو منطقه‌های رشت و ختلان و حصار و بدخشان الفبا و خط و ادبیات و فرهنگ وسیع رواج داشته است و به شرافت کوشش‌های گذشتگانمان که در طول 100 ساله‌ها به خرج دادند، زبان و فرهنگ و هویت ملی ما تاجیکان تا امروز پایدار و استوار ماند. با وجود مشکلات روزگار، هجوم و خرابکاری‌ها و تأثیر و فشار اجنبیان، گذشتگانمان این ارزش‌های والای ملی را از عمق هزار ساله‌ها به آیندگان خود همچون گنج بی‌بها به میراث گذاشتند. در گسترش زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکی فرزندان فرزانه وادی پرسخاوت رشت نیز سهمی شایسته دارند. میراث گرانبهای نمایندگان دایره ادبی رشت، مولوی قسیمی، مولوی شاهدی رشتی، مولانا جامی ثانی، عبدالرحیم غرمی، خزانی، حجری، نسیمی، ولیعی، گلخانی، شیخ عبدالحی و دیگران از تلقین غایه‌های بشردوستی، آموزش علم و دانش و تشویق خصلت‌های حمیده انسانی عبارتند. 2 نفر شاعر توانای عصر 15 و 16 مولوی قسیمی و شاهدی رشتی حتی به مثنوی بزرگترین چهره ادبی و عرفانی ادبیات تاجیک و فارس، ستایشگر وحدت میان خلق‌ها و مذهب‌ها، فرزند خلق تاجیک مولانا جلال الدین بلخی جواب نوشتند که در تاریخ حوزه ادبی آن دوره کم نظیرند. تجربه ارزشمند تاریخی مبارزه برای آزادی و استقلال در عصر 20 در دوران نهایت مرکب سرنوشت ملت تاجیک اهمیت فوق‌العاده و حیاتی داشت، طوری که تاریخ ثابت می‌سازد در آخر عصر 19 و آغاز عصر 20 ملت تاجیک بنابر عامل‌های زیاد در مرحله نهایت حساس و خطرناک تاریخ خویش قرار داشت. اصالت و حتی بقای تاریخی او تحت خطر بی‌واسطه قرار گرفته بود. دایره‌ها و گروه‌های منفعت‌دار نه فقط اصالت و هستی تاریخ تاجیکان را از جهت ایدئوی و سیاسی بدقصدانه انکار می‌کردند، بلکه با همدستی و مساعدت فعال یک طایفه فرزندان ناخلف خلق ما می‌کوشیدند که ملت تاجیک همچون ملت اصیل و صاحب وطن اسیر فراموشخانه تاریخ گردد. در چنین دوران تقدیرساز استاد صدرالدین عینی وارد صحنه پیکار مقدس ملی شد. مبارزه جسورانه و فعالیت خردمندانه فرهنگی و معنوی، ایدئوی، ادبی و سیاسی و اجتماعی او در اصل کارنامه بزرگ ملی و سهم شایسته در تامین استقلال وطن در آینده بود. به سبب نیست که استاد صدرالدین عینی نخستین قهرمان تاجیکستان صاحب استقلال گردید. در کار مقدس تامین حقوق و منفعت‌های تاریخی تاجیکان همچنین ابوالقاسم لاهوتی و باز یک گروه زیایان وطنپرست سهمی ارزنده دارند. باید مخصوص ذکر کرد که با وجود مشکلات و مانعه‌های زیاد گروه نسبتاً خرد شخصیت‌های سیاسی تشکل یافت که به خاطر تامین منفعت‌های تاجیکان و تاجیکستان تلاش فعالانه داشت. نمایندگان معروف این گروه شیرینشاه شاه تیمور و نصرتالله مخصوم بودند. تلاش پیگیرانه و وطندوستانه همه آنها به تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان مساعدت فعال نمود که در سرنوشت تاریخی کشور ما واقعه خیلی مهم می باشد. در نتیجه کوشش و تلاش‌های نظررس بسیار خادمان دولتی و سیاسی و علمی و فرهنگی تاجیک از جمله نصرتالله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور، عبدالقادر محی‌الدینوف، عبدالرحیم حاجی بایف، چینار اماموف
яҳьё афзалӣ, садриддин айнӣ, абулқосим лоҳутӣ, бобоҷон ғафуров, мирзо турсунзода, сотим улуғзода ва бисёр дигарон ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии ҷумҳурӣ ба маҷрои нави тараққиёт ворид шуд. душанбе чун пойтахт ба маркази воқеии маъмурӣ, сиёсиву иқтисодӣ ва илму фарҳанги Тоҷикистон табдил ёфт. мо наслҳои имрӯза кӯшишу талошҳои фарзандони бонангу номуси миллати тоҷик, аз ҷумла яке аз симоҳои барҷастаи сиёсиву давлатии ибтидои асри гузашта Нусратулло Махсумро, ки зодаи Рашти Бостонӣ буда, дар қатори нахустин роҳбарони мамлакатамон барои ҳамчун ҷумҳурӣ ташаккулёфтани Тоҷикистон хизматҳои арзанда кардааст, ба таври шоиста қадршиносӣ мекунем. зеро барои бақову ҳастии миллат, эҳёи давлат, ҳимояи манфиатҳои миллӣ, озодиву адолат ва ҳақиқати таърихии халқи тоҷик хизмати Нусратулло Махсум низ басо назаррас аст. бахши чеҳраҳои мондагор дар боби Нусратулло Махсум ҷонфидои миллат идома дорад. шуморо дар нашрҳои дигар ба идомаи рӯзгор ва корномаи Нусратулло Махсум ҷонфидои миллат шинос хоҳем кард.